نشینید تو عالم هپروت آرزو کنید یه اتفاقی خوب براتون بیفته، یا از اونم بدتر بشید و به هر کی یه چیزی خوبی داره حسودی بکنید. نه جایم داره من ندارم. بگید خدایا متشکرم که اونا برکت دادید و راستی منم تو صفم. بدون خدا چیزی به اسم امید وجود نداره. بهتره امیدمون رو تقویت کنیم و اگه امیدتون کمه میخوام زیادش کنم. میخوام شما هم به طور اساسی امیدوار باشید. وقتی مایوس و ناراحتی در هر حال به قیام و امید و خوشبینی نیاز دارید. برام فرقی نمیکنه اگه مجبور بشید 1 ساعت کامل دور خونه قدم رو کنید و بگید قراره یه اتفاق خوبی برام بیفته. اگه خدا میتونه هر کسی رو برکت بده پس به من هم میده و قراره یه اتفاق خوبی برای من بیفته. اگه خدا میتونه هر کسی رو برکت بده پس به من هم میده. یه اتفاق خوبی قراره برای من بیفته. آمین.